من مطمئن هستم که آقای ترامپ باید قبل از که به کشور عربی سفر میکرد اولا باید یک جلسه میگرفت که بر خاطر تامین نفت مورد نیاز کشور خود و کشورهای غربی یک جایگزین پیدا کنه. البته یک جایگزین داره مثل عربستان سعودی و یک کشورهای عربی امارات و قطر، اما جالب اینجاست که تا وقتی که تنگه هرمز دست ایران است بسیار سخت است که نفت ارزانتر تامین کنه بر مردم خود، چرا که هدف ترامپ از این سفر نه تنها سرمایه‌گذاری یک یا بیشتر تریلیون چندین تریلیون دلاری است، بلکه تغییر نام خلیج فارس به خلیج عربی است. خلیجی که 2500 سال قدمت داره که اسمش خلیج فارس است، اما اینا میخواین تغییر نامتن به خلیج عربی. البته اگر جرأت داشته باشن، خب چون به ضرر خود امریکاست که به نام یک خلیج تاریخی تغییر بده. و طرف تنگه هرمز که منطقه پر عمقش دست یعنی در قلمرو ایران است و کشتی‌های تجارتی امریکایی باید از قلمرو ایران عبور کنه، در دست این بسیار یک ضرر بزرگ میزنه به امریکا اگر احیانا ایران و تنگه رو بسته کنه.